این هفته خبر تو خبر داره براتون. از شلوغ کردن زهر تو رگ و پی عظما و دست و پا زدن نوچه هاش برای تنفس مصنوعی به ولایت. یه نمونهش این حاجی تانگ است که فقط کم مونده التماس کنه و بگه جون مادرتون خامنه رو تحویل بگیرید. ولایت مدار باشیم. آی شریعتی، ولایت مدار یعنی اقتدا کنیم. امروز رهبر فرزانه انقلابمون میگه ما به دشمن اعتماد نداریم، اقتدا کنیم. امروز بگه ما آمریکا رو هنوز شیطان بزرگ میدونیم، اقتدا بکنیم. حالا بیاید یه نمونه از اقتدا به ولایت رو با هم مرور کنیم. عظما شیخ فری و کابینش رو مخاطب قرار داد و گفت حاشیه سازی نباید بشه. بعضی از حاشیه سازی ها تشتت آوره، یعنی همین وحدت جهتگیری رو به هم میزنه. مراقب این معنا باش. این هم جواب رئیس جمهور نظام. بعضی خیلی ناراحت میشن، خیلی عصبانی میشن. بعضیا دعوت به قانون رو میگن حاشیه سازی نکنیم. عجب، پس قانون شد حاشیه، پس متن چیه؟ متن همون میشه، همون رانتی که شما میگید، همون بی‌عدالتی که شما بهش اشاره میکنید. این که میگن پشمی به عمامه این ولایت نموده یعنی همین دیگه. وقتی رئیس جمهوری که خودش تنفیذش کرده اینجوری میزنه تو پرش، دیگه شما دوز ولایت مداری بقیه رو حدس بزنید. What's up, shorties? What did you say? اینم یه فوت عنتری نژادی تو بادکنک برجام. طرف نوچه شیخ فریه اما زده تو دنده دروغ‌های احمدی نژادی. وزیر علوم که گفت برجام بزرگترین سند حقوق بشر قرن اخیر است. حالا از این بزرگترین سند حقوق بشر قرن اخیر چی به ملت رسید؟ شما سوالتون از رئیس جمهور چیه؟ من سوالم اینه که چرا بورس سهام بعد از توافق هسته‌ای سقوط کرد؟ این معضل بیکاری کی میخواد رفع بشه؟ چرا بعد از این برداشتن تحریما چیزی عوض نشد؟ اینجوری هم نبود که هیچی عوض نشه. یه سری چیزا عوض شد. مثلا پرایدی که تو داخل تولید میشد از این به بعد از چین وارد میشه. دستاورد از این بیشتر؟ بعضی ها میگن پرایدی که این روزها در خیابان دیده میشه دیگه پراید خودمون نیست، یک پراید چینیه. این طنز تلخ رو به دنبال داره که اگه خط تولید پراید رو به کشور چین منتقل کنیم مقرون به صرفه تر نیست؟ تازه این که چیزی نیست، قیمت مرغم بالا رفته. البته نه به خاطر برجام، به خاطر یه دلیل خیلی خیلی خاص. از معاون وزیر جهاد پرسیدن چرا مرغ گرون شده؟ حالا چرا تو این مقطع نوسان پیدا کرده؟ گفته مردم سفراشون زیاد شده، تو سفر هم خب جوجه میزنن دیگه، جوجه. وقتی علت گرونی مرغ جوجه کباب خوردن ملت باشه، مثل این میمونه که مقصر این صحنه هم بگه چون چرخ ماشینا رو گرد ساختن این مشکل به وجود اومد. You have to be kidding me. از اونجایی که گیجی یکی از عوارض زهرخوریه، آخوندا به دست و پا افتادن تا یه نسخه‌ای برای این مرض بپیچن. مثلا پیشنهاد دلقک نظام برای درمون مرض گیجی اینه: ما نمیگیم ولایت فقیه معصومه، ما نمیگیم مراجع معصومه، حرفشون حجته. مقام معظم رهبری اسمت نداره ولی حرفش حجت. حال در عمرش ممکنه یه بار فتواش هم عوض بشه ولی حرفش حجته. غیر از این دیگه ما نباید جناح سیاسی داشته باشیم. این آقا تحلیل میکنه، او آقا تحلیل میکنه، او آقا تحلیل میکنه. شما تحلیل بکنید، حرف شما برای من حجت نیست. یکی از اونایی که تحلیل میکنه ولی حرفش برای هیچ کس حجت نیست همین بزبز قندی نظامه که میخواد از این تریبون بسیجیای گیج خورده رو برگردونه به زیر عبای ولایت. شما الان میبینید بعضی انقلابیونه که قبل انقلاب، تو انقلاب یا تو دهه 60 دهه اول انقلاب با انقلاب بودن، تو خط امام بودن،
قبل انقلاب طرف ممکنه زندان رفته، جبهه رفته، ولی امروز میبینید خلاف همه اون حرفا میزنن و خلاف همه اون روش‌ها عمل میکنن. دچار وادادگی و سستی و سازش طلبی و تسلیم طلبی هستن. اگه افتادی تو خط رفاه طلبی و عیش طلبی و خوشگذرانی، لذت پرستی و دنیا محوری، اگه حواست رفت سراغ خودت که به من چی میرسه، دیگه نمیتونی تو خط امام فداکاری بکنی، دیگه نمیتونی شعار صدور انقلاب بدی، باید شعار آشتی با جهان بدی، چون اینا جهان اینا همین آمریکا و 3-4 تا کشورن.